سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. این چنل من سارینا وایبز. اگر دوست داشتین که صلاح دیدید و دوست داشتید سابسکرایب کنید. خیلی خوشحالم. بذارید اول بهتون آپدیت بدم. من یه سفر کوچیک رفتم شمال و الان اینجام در خدمت شما با عینک جدید. خیلی خوشم میاد ازش، خیلی عاشقشم. و این چند وقت مهمون داشتیم و دختر خاله اینا اومده بودن پیشم با خالم اینا و الان فعلا رفتن و قرار پس فردا دوباره ببینیمشون. فردا یا پس فردا قرار دوباره ببینیمشون. و امروز اینجا هم که در مورد موضوع خیلی مهم و میگه صحبت کنیم. از اونجایی که نزدیک مهر میخوام در مورد یه سری نکات درسی و یه سری نکاتی که واسه برگشتن به مدرسه و در مورد برنامه‌ریزی و اینجور چیزا باهاتون صحبت کنم. میخوام که خیلی ولاگ طولانی نشه، واسه همین سعی میکنم تا جایی که بتونم همه چیو سریع توضیح بدم که هم شما خود بفهمید هم خیلی ولاگ طولانی نشه و بتونید راحت ببینید و وقت کنید و اینجور چیزا. پس بریم که شروع کنیم. همش تو این دفتر است. این دفتر خیلی خوشگله و خیلی دوستش دارم. جدید گرفتمش و میخوام بهتون داخل این دفتر جدید با عینک جدید توضیح بدم. خب خب ببینید، یکی این که مهمترین بخش این داستانا داشتن هدفه. این که شما بدونید میخواین در این آینده میخواین به چی برسین، شما چی رو دوست دارید و میخواین به چی برسین و بعد برای رسیدن به اون چیکار کنید. و اینکه کلا مشخص کردن اینکه میخواین مثلا توی کلاس، دوم اینکه مشخص کنید میخواین کلاس ورزش میخواین چه جور دانش آموزی باشین، کدوم دانش آموز باشین و طبق اون تصمیم گیری کنید، طبق اون کاری که انجام بدید و سریع انجام بدید و همدل کنید و طبق اون همه برنامه‌ریزی‌ها رو طبق اون دانش آموزی که میخواین داخل کلاس باشین انجام بدین، میخواین نمره‌ای که بگیرین انجام بدین و تمام اینا. و اینکه بیاین در مورد روش‌های حالا درس خوندن و برنامه‌ریزی کردن و همینطور تاکتیک‌های درسی بیاین همه اینا رو امتحان کنید. و من خودم همینطوری همه این روش‌ها رو امتحان کردم و تا اینکه بالاخره یکیشون درست در اومد، یعنی خوب در اومد، یعنی واسه من ساخته شده بود و واسه من اوکی بود و همون استفاده کردم و به همه کارا میرسم و دوست دارم که برسم. حقیقتا من خیلی الان جدیدن چون نبودم نکردم اصلا کاری بکنم، ولی چند تا کتاب دارم که میخوام اونا رو بخونم و الان آخر ویدیوش بهتون نشوندم که میخوام دارم کدوم کتابا رو میخونم و نظرم چیه تا الان از یک کتابشون نمره بدم، ولی فعلا از این موضوع خارج شیم. این که بیا همین تکنیک‌های درسی رو امتحان کنین و ببینین که بالاخره کدومشون برای شماست، کدومشون برای شما ساخته شده و کدومشون شما باهاشون راحت‌تر و بهتره واسه شما ساخته شده دیگه. در هر صورت میدونین دیگه چی میگم. و از هم استفاده کنید و مطمئن باشید که واسه همه کاراتون جواب میده، واسه درس، واسه کاری که روزمره دارین و واسه همه کاراتون جواب میده. دوم اینکه بیاین رابطه خودتون با شکست درست کنید، چون که وقتی که شما فکر نکنید که وقتی شکست خوردید یعنی اینکه موفق نشدین، بلکه شکست خودش بخشی از پروسه موفقیته و نه، یعنی شما وقتی که شکست می‌خورین شما اون یکی از عوامل و یکی از پروسه‌های موفقیت بدونین. پس اصلا فکر نکنید که شکست به معنی این نیست که موفق شدین، بخشی از راه موفقیته و رسیدن به موفقیته. این هم از این قسمت. اینکه بیاید مثلا بین تکلیف مدرسه‌تون، کلاسایی که میرین، کاری که باید انجام بدین، کاری که انجام میدین و همه اینا همیشه بیاین اولویت بندی کنین. حالا طبق زمانشون، طبق تایمی که ازتون میگیره، حالا ضروری نیست و کلا اینا میشه اینجوری تقسیم بندی کنی. حالا تایم ازتون میگیره، خودتون اینجوری من خودم اینجوری برنامه‌ریزی میکنم و اینجوری اولویت بندی میکنم. مثلا اگه ما کارهامون رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم، ما کلا کارها از نظر من به 4 قسمت تقسیم میشن. یکی کارهایی یا وظایفی که مهمن و ضروری ان، یعنی هم مهمن و هم باید انجام بشن. یکی کارهایی که یا وظایفی که مهمن ولی غیر ضروری ان، یعنی کارهایی که مهم هستن ولی فعلا نیاز حتما انجام بشن ولی مهمه. این دسته کارهای وظایفی ان که مهم نیستن ولی ضروری ان، یعنی مهم نیستن ولی باید انجامشون داد و حالا دوست داریم انجامشون بدیم. اینا هم کاری ان که دوست داریم انجام بدیم ولی مهم نیستن و اینا. و بعدی هم که وظایف همیشگیمونن که جزء روتینمونن و اینا، مثلا روتین پوستی، آب خوردن، مثلا کتاب خوندن و اینا واسه خودم و ژورنال کردن، اینا میشه جزء کاری که وظایف همیشگی و روتین خودمون. پس اینا هم همینطور. و اینم از این قسمت کنم اولویت بندی کنین. هر وقت حس کردین موندین چیکار کنین و اهدافتون خیلی زیاد بودن، بیاین اولویت بندی کنین که کدوم رو انجام بدین، کدوم کار رو انجام بدین تا به اون هدف برسید. موضوع بعدی انگیزه است. اینکه ما همیشه انگیزه نداریم و خب با انگیزه هم به دنیا نیومدیم و در واقع میشه گفتش که در واقع انگیزه، میدونین،
بعد از انجام یک کاری میاد، نتیجه یک کاریه که ما به ما حس خوب میده و یعنی ما از اولش انگیزه نداریم و ما نمیتونیم همیشه منتظر این باشیم که انگیزه بیاد، چون ما بعضی اون کار انجام دادیم انگیزه میاد، پس توقع نداشته باشیم که بدون اینکه کاری انجام بدیم انگیزه بیاد تا بعد بریم اون کارو انجام بدیم. میدونید که چی میگم؟ مثلا مثلا انگیزه مثلا سادهش اینه که مثلا بعد از یک کاری که شما خیلی به تعویق انداختینش رو میایین مثلا امروز انجامش میدین و بالاخره دیگه میایین انجامش میدین. مثلا من امروز قرار بود که بیام این ویدیو رو واسهتون بگیرم و خیلی وقت بود که نشد و واقعا خودم خیلی ناراضیم و خیلی یعنی به اندازه هیچ کس رو مخ خودم نیست که امروز نگرفتمش، نگرفتم بودمش، ولی امروز گرفتمش. به این میگن انگیزه واسه مثلا الان من انگیزه گرفتم واسه اینکه دوباره ولاگای بیشتری بگیرم و برگردم به یوتیوب و اینا. و آره این از این. آره راهی که شما میتونید همیشه انگیزه داشته باشین فقط یه راه وجود داره، یعنی 1 تا 2 راه وجود داره از نظر من. یکیش اینه که بیاین اهدافتون رو مرور کنین، یعنی برای خودتون توی ذهنتون وقتی که میتونین توی همین مثلا میتونین توی همین لحظه در مورد اهدافتون فکر کنید، پس چرا بهشون فکر نمی‌کنید؟ چون شما ببینید وقتی شما انقدر به اهدافتون فکر کنید در واقع به یه هیته‌ای به یه جایی میرسید که از هدفتون تغذیه می‌کنید و اگر به اون هیته رسیدید شما موفق میشید حتما 100%. و آره اینه که اهدافتون رو مرور کنید واسه خودتون و میتونید توی همین هیته بیاین ویژن بورد و مود بورد درست کنین. حالا من هنوز درست نکردم ولی قبل از مهر ماه حتما درست میکنم و حتما باید پیداش کنم اون چیزا، چون من هنوز پیدا نکردم برای ویژن بوردم، ولی احتمال زیاد مود بورد رو درست کنم تا قبل از مهر ماه و ویژن بوردم حتما سعی میکنم که درستش کنم. حالا نمیدونم حتما یا نه، ولی بهتون پیشنهاد میکنم، چون وقتی که تحقیقات نشون داده و همین نتیجه نشون دادن که وقتی که شما اهدافتون رو میبینین و جاشش از اون رو میبینین، اینقدر یه پیشنهادی هست که رویاهاتون رو میبینین و خودتون داخل اون موقعیت تصور میکنین. پس این خیلی خوبه که شما هدفتون رو ببینید و طبق اون تصمیم گیری کنین، بدونید که دارین واسه چی میجنگین، واسه چی دارین این کار میکنین، واسه چی دارین سختی میکشین. پس اینکه هدفتون رو ببینید خیلی خیلی مهمه و میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. همین. دومین روش هم اینه که بیاید از خودتون این سری سوالا بپرسید. مثلا از خودتون بپرسید، در مورد رویاهاتون بپرسید، در مورد کسی که می‌خواید باشین بپرسید، کسی که دوست دارید باشید بپرسید. در واقع بیایید با بهترین ورژن خودتون گفتگو و صحبت کنید که مثلا تو ببینید که مثلا ازش بپرسید که مثلا تو توی روزت چه کاری انجام میدی، یا مثلا چند ساعت به کاری میپردازی، چند ساعت درس میخونی و مثلا چند ساعت چه میدونم مثلا چند ساعت چند تا ویدیو میگیری در روز و هر چیزی چند تا کتاب میخونی در روز، چند ساعت کتاب میخونی در روز، چند دقیقه کتاب میخونی در روز و همه اینا. بیاین با بهترین ورژن خودتون صحبت کنین با هم، یعنی اون چون اون درونتونه و شما میتونین باهاش صحبت کنین هر وقت که دلتون بخواد، هر وقت که احساس درونی کردین و اون قهرمان درونتون اونه. شما باید بهترین ورژن و بهترین نسخه خودتون صحبت کنین تا بتونین به اون تبدیل شین. چون کسی که وقتی که نتونین از کسی که میخواین بشین شناخت داشته باشین، نمیتونین به اون تبدیل شین. پس در مورد اون شناخت داشته باشین و ببینین که چجوری چیکار میکنه، احساساتش چیه، اصلا چی واسش مهمه، چی واسش مهم نیست، چی واسش ارزشه، چی واسش ارزش نیست، با ارزش ببخشید ارزشه چیه، با ارزش بی ارزش چیه و همه اینا بیان ازش سوال بپرسید و بهشون جواب میده. چون اون خودتونین. شما همیشه آدما 2 تا سایت دارن، یک سایتی که در حال حاضر دار هستن و سایتی که میخوان بشن. واسه اینکه این اتفاقا بیفته، سایتی که در حال حاضر هست بعد از سایت که میخواد بشه کلی سوال میپرسه ازش شناخت داشته باشه، چون که اینه که مهمه. اوکی، اینا مثلا عادت طلاییش چیه، عادتایی که همیشه داره چیه اینا، و بابت موفقیتش مثلا چیکاره کرده که شما همین کارا رو کنین که واسه موفقیتتون هم همون کارا رو کنین که بتونید به موفقیت شما هم برسید و به همین مراتب به موفقیتی که میرسید شما به اون بهترین نسخه تبدیل میشین و این همون چیزی که شما میخواین. وقتی که به بهترین نسخه خودتون تبدیل شین، رویاهاتون به حقیقت میپیونده و شما توانایی اینو دارین که به رویاهاتون برسید. و این تمام چیزی که شما میتونین و میتونید داشته باشید و میتونید از خودتون بپرسید که من چی میخوام، من کیم، میخوام چند سال دیگه کجا باشم، میخوام چند سال دیگه چیکار کنم، کی باشم، میخوام کجا باشم، تو چه سنتی باشم و تمام اینا، اولویتام چی باشن، کجاها میرم و همه اینا. بیا از خودتون سوال بپرسید. اصلا سوال نمیتونید بپرسید، بیا روی برگه هر روز صبح بنویسید یا چه قبل سوالا رو بنویسید که امروز صبح فردا صبحش جواب بدید. اینا خیلی مهمه. اینکه شما با بهترین نسخه خودتون داخل روابط باشین، داخل ارتباط باشین، خیلی خیلی مهمه و خیلی خیلی کمک کننده است و شما میتونه راز موفقیتش رو بگه، چون فقط خودش واسه خودش میمونه و خودش هم شمایین. پس شما خیلی خوشحالید که خودتون رو دارین و میتونید به خودتون کمک بگیرید و بهترین آدم دنیا بشید و همینطور موفق ترین.
از این قسمت بگذاریم. این از این بود. مثلا چند تا از سوالی که میتونید از خودتون بپرسید من اینجا واسهتون میگم که بدونید مثلا منظورم چیه. 1. میخوام به چه چیزایی برسم. 2. چرا این هدف واسم مهمه؟ مثلا اگر من هدفم اینه چرا این واسم مهمه؟ مثلا چرا به چه دلیل من اصلا هدف رو دوست دارم؟ چرا واسم مهمه؟ چه کسی میتونه به من در رسیدن به این اهداف کمک کنه یا چه چیزی میتونه به من کمک کنه؟ مثلا کتاب خوندن میتونه، مثلا آگاهی کسب کردن میتونه، مثلا حالا یه آدمی داخل یه هیته یا داخل اون مؤسسه میتونه به من کمک کنه. و اینکه چه چیزی یا چه کسی میتونه داخل رسیدن به اون موفقیتتون به شما کمک کنه. بعدی اینکه مثلا برای رسیدن به این هدف بعد چه کاری انجام بدین؟ چه کاری الان میکنین؟ چه کاری بعد بکنین؟ چه کاری بعد آپگرید کنین، یعنی بعد تغییراتشون کنین تا به اون هدف و موفقیت برسین. این هدف رو باید در طی چند روز انجام بدم، یعنی واسش موعد بیاین تعیین کنین. مثلا در طی چند روز، مثلا چندم، مثلا ماه بعد من چندم اینو میخوام. مثلا بگید که مثلا اگه من میخوام این کتابو تموم کنم، مثلا من تا ماه بعد 12 این کتابو تموم میکنم. اینو واسه خودتون زمان در نظر بگیرید، موعد در نظر بگیرید که بدونید تا فقط تا اون لحظه وقت دارین، تا اون زمان وقت دارین، چون کتابای دیگه هم هست که بعد بخونین. آره. و سوال بعدی اینه که مثلا جزء کدوم دسته از اهداف منه؟ یعنی کلا مثلا اون هدف که الان داخل ذهنتون داره میاد جزء کدومی که از اهداف خودتونه؟ ببینید اهداف کلا به 3 قسمت تقسیم میشن دیگه. هممون هم میدونیم بخاطر درس هم گفتن اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. شما ببینید اهدافتون رو که دارین بین این 3 تا تقسیم کنید تا بفهمید که مثلا و بعد از اینکه تقسیم کردین بیاید ببینید که طی مثلا چندم، چه ماهی، ببینم کنارش بنویسید که بدونید، یعنی یک گوشه بنویسید که بدونید موعدش کیه. و همه اینا به شما کمک میکنه، شک نداشته باشید. فقط امتحان کنین و ببینید که چه نتیجه خوبی بهتون میده. این فرآیند کمک میکنه که حتی بتونید عملکرد اهدافتون رو هم بررسی و کنترل کنید و این خیلی خوبه و خیلی کمک کننده میتونه واسهتون باشه. موضوع بعدی اینه که بیاید پادکست های انرژی مثبت گوش بدید. پادکست هایی که بهتون انرژی خیلی خوبی میدن. مثلا آهنگای بی‌کلام میتونین گوش بدین، آهنگای انگلیسی مثلا انگیزشی میتونین گوش بدین. یه پادکست انرژی مثبت گوش بدین. مثلا پادکست انگلیسی هم میتونین گوش بدین که هم زبانتون رو قوی کنه و هم بهتون انگیزه بده، یعنی دارین به چیزو نشون میزنین و خب این خیلی خوب میتونه باشه. حالا میخواد در مورد درس باشه، در مورد کارهای روزانه باشه، در مورد موفقیت باشه، در مورد اعتماد به نفس باشه، در مورد هر چیزی میتونه باشه. فقط این که شما گوش بدید، چون که این عادت پادکست گوش دادن، من خودم به شخص عاشق پادکست گوش دادنم. یعنی من خودم خیلی خوشم میاد که پادکست گوش بدم و به نظر من خیلی روز آدمو مفیدتر درست میکنه و روز آدمو مفید میسازه. و خب این خیلی خوبه. و خب خودم خیلی خوشم میاد ازش و به نظرم شما هم امتحان کنید. مثلا چند تا پادکست حالا من به نظر خودم خیلی خوبن، شما میتونید امتحانشون کنید که کانال یوتیوب هم دارن و شما میتونید داخل کانال یوتیوب هم دنبالشون بگردید. اگه هم پادکستشون میخواین گوش بدین، اگه میخواین ویدیو گوش بدین هم خیلی خوبه، میتونید با عنوان حالا هر چیزی ویدیویی گوش بدین. این کنار میذارم شما واسهتون پادکستا رو. یکیش پادکست جولستینه که هممون میشناسیمش و خب خیلی من خودم عاشق اینم و خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. جولستین خیلی خوشم میاد ازش. این اولی. دومی دکتر لوری سانتوسه. دکتر لوری سانتوس که اینجا میذارم دوباره واسهتون و در مورد The Happiness Lab، یعنی چی؟ یعنی آزمایشگاه شادی. یه جورایی خیلی باحاله و خیلی باحاله دیگه. هر چیزی مثلا میگه you can change و خیلی خوبه. من دنبالشون میکنم و واقعا خیلی خوبن و حتی تونستم پادکستاشون رو پیدا کنم و واقعا تونستم گوش بدم و واقعا اینا خیلی خوبن، یعنی خیلی مفیدن. و بعدیش هم تد ایکس تاکسه که اینجا میذارم دوباره واسهتون. و اینکه خب کلا این تد ایکس تاکس کلا تیک تاکس در واقع که خودش برنامه است. برنامه تد اگه خواستین نصب کنید داخل همه این سخنرانی‌های تد توی اونه و حتی میتونه به این افزایش زبان انگلیسی هم کمک کنه، به تقویت زبان انگلیسی میتونه کمک کنه و همه اینا شما میتونید با استفاده از این برنامه داخل گوشتون نصب کنید. میتونید بیاید هر روز یکیشون رو گوش بدید و حالا اگه کلمه بود بیاین بنویسید و شب حالا موقعی که هر وقت خودتون خلوت بود گوگل ترنسلیت دنبالش بگردید و اون شیوه در واقع تعریف کردن و مکالمه کردن میتونید به کلی مردم یاد بگیرین و این خیلی باحاله. از کنم 3 تا شد اینجا واسهتون دوباره میذارمشون که دوباره جمع‌بندی بشه و آره همین. این قصه پادکست. به قصه بعدی و آخرین قسمت.
ببینید میتونید از چند تا سایت درس خوندن، میتونید از چند تا از سایت‌های درس خوندن استفاده کنید، همینطور اپ‌ها. مثلا واسه اپ‌ها میتونید از اپ فارست استفاده کنید که دیگه همتون میشناسیدش. اگر نمیشناسیدش من این کنار میذارم واسهتون اپ فارست رو، خیلی خوبه. حتی واسهتون میذارم اینجا کنار اپ فارست. یکی دیگه‌ش هم اپ همین که بهتون گفتم، میتونید اپ فیلیپ هم دانلود کنید که ساعته و خیلی خوبه، میتونه بهتون بگه این ثانیه شماره و شما میتونید هر ثانیه رو مثلا حس کنید که دارین هر ثانیه درستون میخونید و اون کارتون رو انجام میدید و از همه ثانیه هاتون استفاده میکنید و به نظر من عالیه. و یکی دیگه هم فلیقلوه که اونم اینو ساعته. حالا اینجا هر ستاشون نمیذارم، این واسه اپ هاست و همون اپ تد تاکس که گفتم واسه انگلیسیه اینور میذارم واسهتون که بدونید دیگه عکسش چه شکلیه. توی گوگل پلی میتونید دانلودش کنید، توی پلی استور هم همینطور، هرچند که دوتاش یکیه. خب حالا چند تا از سایت‌های درس خوندن، چند تا از سایت‌هایی که میتونید سرچ کنید و بیاد بالا و شما ازش استفاده کنید. یکیشون سایت اسلیپ کلکیولیتره، یعنی اینکه شما مثلا یه تایم خوابتون رو میزنید، مثلا میگه که مثلا شما الان دارین میخوابین، بهتره که وارد ساعت چند بیدار، مثلا اگر امشب الان ساعت مثلا فردا میخواین این ساعت بیدار شید، شما بعد امشب ساعت چند بخوابید و مثلا آلارم اوکی میکنه یا میتونه شما رو آگاه کنه از ساعت بیدار شدن و خوابیدنتون و خب این خیلی کمک میکنه. حالا اسلیپ کلکیولیتر این پایین اینجا همه اسمشون رو می‌نویسم دیگه واسهتون، هر چی میگم واسهتون می‌نویسم که شما هم یادتون نره. بعدش هم که گوگل میته، ببینید ما میتونیم ببینید بعضی از کانال‌ها هستن که میان میت برگزار میکنن، مثلا یه ساعتی رو امتحان میکنن، یه ساعتی رو تنظیم میکنن و یه ساعتی همه اون بچه‌ها میان اونجا و توی اون میت حالا همه میکروفوناشون میبندن، میتونن باز کنن، فرق نمیکنه، هر چی که خودشون راحتن و همینطوری هم دیگه درس بخونید. و خب به نظر من چون من تا حالا رفتم و توی اون میت همه میکروفونا خاموش بود، همه وبکم‌ها خاموش نبود ولی خب میکروفونا خاموش بود و شما میتونید کاری که نیاز تمرکز بالا داره و خیلی وقتی که تلمبار شده رو هم حتی درس خوندن، میتونید اونجا با بچه‌ها انجامش بدید و خب خیلی خوش میگذره درس خوندن داخل اونجا. هرچند که فقط یه بار رفتم ولی خیلی تجربه خوبی بود. شما هم امتحان کنید اگه بچه‌ها هستن داخل گوگل میتونید نصب کنید و میتونید حتما البته گوگل میت اپه که حالا اینجا عکسش میذارم. و آره سایت بعدی I miss my cafe کافه است. خب ببینید این چه جوری داره، چند تا حالت ها داره، یعنی مثلا میتونه چند تا صدا داره، صدای مثلا کافه، مثلا صدای حرف آدما، صدای کلا کافه و هر چیزی، آهنگای بیکران و کلی آهنگ داره و شما میتونید استفاده کنید. و بعدی هم فوکس تمه که یه برنامه واسه لپتاپ، حالا واسه لپتاپ یا کامپیوتر که واسهتون والپیپر انتخاب میکنه، والپیپری که دوست دارید میتونید انتخاب کنید و بزنید سر صفحتون و خب این عالیه به نظر من. و آره همین. در مورد روش‌های برنامه‌ریزی هم خواستم بهتون یه چیزی بگم، اینکه روش‌های برنامه‌ریزی زیادن، روش‌های برنامه‌ریزی، روش‌های درس خوندن. در مورد اینا میام یه ویدیوی قبل از ماه میگیرم دوباره، حتما نگران نباشین. این از این و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین. ولی از اونجایی که بهتون قول دادم که یه کار دیگه هم بکنم و بیام بهتون کتابی که در حال حاضر دارم میخونم و بهتون نشون بدم، الان میخوام این کارو بکنم. در حال حاضر من دارم در واقع 3 تا کتاب دارم میخونم در حال حاضر، نه 4 تا کتاب. این 4 تا رو من دارم میخونمشون، این 4 تا چجوری اینجا بذار درستش کنم. این 4 تا هر روز بهتون نشونش بدم. بشینین بچه‌ها، کتاب خوندن خیلی حس خوبیه جدی. در حال حاضر دارم این کتابم تمام میکنم و بعدین بهتون بگم کدوم صفحه‌ام کجاست. الان فصل 19 هم از 24 فصل. نه اینجا من فقط اینقدر کتابم مونده. دختر جوهر سازاره ها نوشته کایرا میلوود هارگریوه و مترجمش هم شیما حسینیه، چاپ دومشه و خیلی خوبه. در مورد دختری که بلد مسیریابی کنه، از طریق اون ستاره ها بلد مسیریابی کنه و همه اینا و شما میشونید بگیرید و بخونیدش، خیلی خوشم میاد ازش. شما میشونید حتما انتخابش کنید و بخریدش، خیلی جالبه. دوست هم جایزه برده، پس اطمینان کنید بهش،
نگران نباشید. و دیگه این پشتش رو نمیخونم چون خیلی باحاله و خیلی چیز هیجانی پشتش نوشته. از خودتون بگیرید و بخونیدش. اگر هم خواستید ببینین داخل کامنت ها هر کی میبینه، حالا هر کی دوست داره جواب بده، چون من قبلا گفتم بنویسید ولی هیچ کس ننوشت. شاید اون دفعه نتونستید، ولی لطفاً داخل کامنت ها بنویسید اگر دوست دارین که کانال تلگرام بزنم که با هم دیگه چت کنیم و مثلا اینجور چیزا واسهتون خلاصه‌اش بزنم بخاطر چنل و حتی مثلا این پشت کتابا رو واسهتون بزنم که خودتون بخونید تا خیلی راحت تره. اگر دوست دارین که چنل تلگرام بزنم حتما به من بگید داخل کامنت ها که بهش فکر کنم و حتما بزنم واسهتون، حتما واسهتون میذارم اگه بگید. او مای گاد از او مای گاد ببخشید بچه‌ها، ببخشید. اینجوریه دیگه، پشت پر کتاب همش میافتن. پس اولش اینه، بعدش کتابخونه نیمه شبه که من همین امروز شروعش کردم خوندن و خیلی خوشم میاد ازش، مثلا ادامهش بدم و خیلی حس خوبی بهم میده. و تازه الان فصل اولشم و خیلی خوشم میاد ازش، تمامش کنم. اینم آخر سری برنامه که نمیشه، وسط مهمون اینو تموم میکنم حتما، ولی این آخری شهریور تموم میکنم. این از این. بعدی که با دی گفتای اتینده همون حد نهایت میمیرن فقط برای انگلیسی واسه انگلیسی تقویت بشه، اینو میخونم که البته رمان ماننده و خیلی خوشم میاد ازش که انگلیسیه و واقعا خیلی حس خوبی به من میده. انگلیسی خوندن خیلی حس خوبی به من میده به شخصه و آره خیلی خوبه. نوشته ادم سیلوراس دیگه، آره ادم سیلوراس و این شکلیه. خیلی خوشم میاد از کتابای انگلیسی، انگار من یه وایب انگلیسی دیگه ای میدن و خیلی خوبه. حتما شما هم بخونید اگه خواستید. و کتابی که خیلی خیلی عاشقشم و مطمئنم خیلی طرفدار داره، تیکه‌هایی از یک کل منسجم. من عاشقشم چون در واقع داره خیلی حقیقت‌ها رو به ما میگه، چون واقعا حرف حق دل همه رو میزنه و میگه که ما تنهایی بخشی از ماست، به تنهایی به دنیا آمدیم، اصلا بدن ما جوری ساخته شده که داخل این زندگی باشیم و داخل این زندگی کنیم و کلی ازش یاد بگیریم و کلی عشق کنیم و لذت ببریم و تمامی اینا. و اینا کتابایی که من دارم در حال حاضر میخونمشون و حتما من عاشق کتاب خوندنم، واسه همین این همیشه واسه همین انگیزه است واسه اینکه کتاب بخونم و حتما کتاب میخونم، چون که وقتی که مثلا شما دلتون میگیره وقتی کتاب بخونین یه حس خیلی بهتری دیگه‌ای بهتون میده، اصلا یه حس باور نکردنی دیگه‌ای بهتون میده که شما حتی نمیتونین با فیلم دیدن عوضش کنید. وقتی که شما یه چیز میخونید مثلا میتونین فیلمو نمیتونین استاپ کنین چون همش فکرتون درگیرش میشه، ولی کتاب هر وقت که بخواید میمونه، حتی میمونه پیشتون، به عنوان یادگاری هم میتونین بذارین پیشتون. ولی مثلا فیلم اینطوری نیست. ولی من خودم شخصا خیلی عاشق کتاب خوندنم و این کتاب خوندن ادامه میدم. همین، مرسی که تا این انتهای ویدیو با هم همراه بودین. اگه دوست داشتین لایک کنین، کامنت بگید و ببینیم که چی میشه، ببینم که کسی جواب میده، کسی هست توی چنلم، هستید یا نه. و اگر که از این جور ویدیو خوشتون میاد و میخواید که پارت دوم این جور ویدیو هم بذارم، حتما داخل کامنت ها بگید. و مرسی که تا اینجا همراهم بودین. فعلا دوستتون دارم. فعلا